suggestions and advice چی باید بدونیم؟ ببینید suggestions که میدونید یعنی پیشنهاد دادن. advice هم به معنی چی هستش؟ advice هم به معنی توصیه کردن و از اون کلمه هایی که اس جمع نمیگیره. به خاطر همینه این اس جمع گرفته این نگرفته. We can use modal verbs shouldn't and ought or ought not to make suggestions or give advice. خب ببینید ought to و should مقدار obligationsش کم میشه، یعنی اون مقدار باید نبایدش کم میشه. چرا؟ چون دارم توصیه میکنم که این کار رو میتونی انجام بدی، یعنی من دارم به تو در حقیقت یه نصیحتی میکنم، نمیخوای انجام نده، هیچ اجباری نیست، قانونی هم نیست. You should try and use it whenever you can. You should try and use it. I think it is a good idea. میگه هر وقت تونستی تلاشتو بکن. من فکر می‌کنم که فکر خوبیه. هر وقتی تونستی. اجباری نیست. You ought to take lots of passport photos with you. Ought to. میگه میبایست یه عالمه عکس پاسپورت با خودت ببری. میبایست یعنی چی؟ یعنی اینکه حتما باید، قانونه، نه، دارم توصیه میکنم. You shouldn't dress casually for work. میگه نباید برای کار، مثلا دارم به دوستم میگم، من مدیر اونجا نیستم، دارم به دوستم پیشنهاد میدم، میگم نباید وقتی میری سر کار لباس مثلا اینفورمال یا غیر رسمی بپوشی، بهتر که لباس رسمی بپوشی. We can use must to give strong advice. خب ببینید این strong advice. You must phone me when you get there. باید به من زنگ بزنی وقتی رسیدی اونجا. یعنی چی؟ یعنی یه توصیه خیلی مهمه. یعنی مثلا رفتی یه جایی، اگه به من زنگ نزنی اونجا گم میشی، پس you must phone me. باید به من زنگ بزنی وقتی که رسیدی اونجا.